اگه بعد از اینم همون آدمی باشی که تا حالا بودی، همون نتایجی رو میگیری که تا حالا گرفتی. بچه‌ها این یه جدول سودوکوه. اگه این عدد 1 بخواد عوض بشه و بشه مثلا 2 یا هر عدد دیگه ای، بقیه عددهای این جدول هم همه باید عوض بشن تا به یه تعادل برسه. مثلا 1 اگر بشه 2، 2 باید بشه 4، 4 باید بشه 3، 3 باید بشه 1 تا به یه تعادلی برسه. دنیای ما آدمام همینه. اگه تو یه چیز کوچیک رو در خودت عوض بکنی، همه اطرافت باید تغییر بکنه تا به تعادل برسه. حالا اینا رو گفتم که این نتیجه رو ازش بگیرم. اگه میخوای در آینده نتایج متفاوتی بگیری، باید آدم متفاوتی بشی. باید تغییرات در خودت ایجاد بکنی. فکرشو بکن، اگر یک عادت خیلی کوچیک رو که یک عادت خوب هست در خودت الان به وجود بیاری و اون رو تبدیل بکنی به عادتهای خودت و همش تکرارش بکنی، در آینده چه نتایج مثبتی ازش میگیری.